سلام، خیلی خوش اومدین به اولین ویدیوی من. خلاصه بهتون بگم دغدغه من بیان مشکلات اصلی جهانیه که الان از یاد رفته. خب با دیدن این تصویر چه حس و حالی دارید؟ بله، این یه حقیقته. قرن 21 در سال 2025. آیا فقط طالبان مقصره؟ یا دنیا هم با سکوت شریک این ظلم است؟ دختران هنوز منتظرند. منتظر صدای بیداری. در جایی از این جهان، دختران هر روز با یک سوال بیدار می شوند. چرا رویاهای ما قفل شده؟ چرا مکتب ما بسته است؟ همه گفتند طالبان مقصر است و بله، آنها در را بستند. طالبان در را بست، اما دنیا کلید را زمین انداخت. این مشکل به نظرم خیلی جدی اومد، چون بانوان در افغانستان حتی صداشونو بلند نمیتونن. خواستم که در اولین ویدیوم صدای این بانوان قهرمان باشم، به امید باز شدن مدرسه و دانشگاه‌ها. دوستان اگه دوست داشتین سابسکرایب و حمایتم کنین و اینکه تو کامنت ها بنویسین ویدیوی بعدیمون کدوم معضل جهانی باشه و اینکه نظرتون راجع به این ویدیو. مرسی از نگاه قشنگتون.